سلام، چطوری؟ چه خبر؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم راجع به روتین پوستی خودم صحبت کنم واسه کسایی که خیلی ممکنه به کارشون بیاد، چون پوست من جز پوستای سخته، یعنی حساس، مستعد جوش، چرب بود، دهیدراته بود که من با اینا تونستم خیلی خوبش بکنم. یعنی جوشای ریز خیلی داشتم که بهتر شد دیگه. پوست و دهیدراته نیست، یا مثلا دیگه هوا خیلی خشک میشه ممکنه بشه، خیلی خیلی اوکی شد. پس با من همراه باشین تا بهتون بگم چیا استفاده میکنم واسه این پوست. محصول خیلی خوب، نه خیلی گرون نه ارزونه، ولی واقعا کاری که باید رو انجام میده، مخصوصا اگه من پکیجش رو با هم استفاده میکنم. خب ببین، اول از همه هر کس روتین پوستی های مختلفی داره، یعنی ممکنه یه محصول رو بهش اضافه کنه یا ازش کم کنه، ولی در کل مراحلی که میزنیم باید رعایت بشه که اون محصول بتونه کاری که باید رو پوست شما انجام بده. منظورم از مراحل چیه؟ یعنی مثلا شوینده، تونر، نمیدونم آبرسان، ضد آفتاب، اینا کی و چه موقعی، بعد یا قبل از چه محصولی زده بشه. حالا میتونه اینا تعدادش خیلی زیاد یا خیلی کم باشه. من همه جورش رو استفاده کردم، کمش، زیادش، متوسطش، که الان رسیدم به این. حالا بهتون چند تا چیز دیگه هم که دارم و استفاده کردم از برندهای خیلی خوب نشون میدم که بد نبودن، ولی این برند یا این محصولا واسه من که پوستم براتون توضیح دادم از همه بهتر بودن. من خودم الان دیگه اولین، بعضی هستن که از میسلار استفاده میکنن و اون میشه مرحله اولشون، یعنی آرایششون اول با میکنن که چقدر خوب، آفرین، که من این کار نمیکنم، حوصله‌ام نمیکشه. من از اولین مرحله میرم سراغ شوینده. این شوینده ای که استفاده میکنم از برند نوکس، لاین آکوابلاش، خب که واسه پوستای چرب و جوشدار و مستعده. و ببین پرفکته نسبت به مثلا خیلی از شوینده ها که من استفاده کردم، یعنی کم نبوده تعداد شوینده. همین الانم من چیزای دیگه که در حین این من این لوکس رو باهاش تو آفریقا آشنا شدم. اول بریم پایین پیج هستش که من کی آفریقا بودم، فکر کنم 2 سال پیش. از اونجا به هم فروشنده معرفی کرد و گفت عاشقش میشی و واقعا عاشقش شدم. حالا بعد از اون شوینده کدلی، یعنی این فومش که اینم خیلی مثلا ترکون بدم نبود، ولی خب باز اون یه چیز دیگه است. اگه میخوای یک شو انتخاب کنی، اون یا این سراپی، من همش هم لاین سبزه چون واسه پوستای چرب. حالا چرا انقدر خوب کار میکنه؟ چون حالا به جز این که واسه اون پوستاست و آبرسانی میکنه و یعنی دهیدراتگیشو برطرف کنه، جوش نمیزنه، یه ویلویلیکای آبی طوری توش داره که باعث میشه هر بار خیلی خیلی سطحی پوستتون لایه برداری بشه. خب الان من رفتم اون یکی خودم رو آوردم، 2 دارم چون که این دیگه آخر باشه، آوردم و میخوام بافتش رو بهتون نشون بدم اگه باز بشه. ببین، میبینین این آبیایی که توشه باعث لایه برداری میشه. و ببین اصلا این بوی خیلی خوب و تمیزی هم داره، یعنی خیلی خوشم میاد. خیلی من فن این برند و لاینش شدم. من مرحله بعدی میشه تونر، یعنی باید مرحله بعدیش به هر حال تونر باشه، قبل از اون یا بعد از اون هیچی نداره. این تونر همون لاین آکوابلا یا نوکسه اسم برندش. و ببین من اینو تازه باز کردم. ببین اینایی که دارم بهتون معرفی میکنم و هر کدومو من حداقل مثلا 3 تا دونه ازش رو تموم کردم، حالا 3 تا 4 تا اینا و دارم معرفی میکنم. یعنی 2 ساله که من مکرر دارم از اینا استفاده میکنم و واقعا دوستشون دارم. یعنی اصلا اونا نباشن انگار تندرس پوستی میاد پایین، احساس میکنم هرچی بزنم پوستم خراب میشه. اینم از تونرش. تونرش رو میتونی همیشه بزنی، مثلا تونر اوردینری هم من خیلی دوست دارم، راضی هم هستم، اونم دارم ازش، ولی اونو نمیتونی خیلی پشت هم چند ماه بزنی. واسه من اینطوری انگار پوستم یه حالت، یه لایه‌ای میاد روش که پوست است، یعنی از اون هر از چندگاهی استفاده داشتم میگفتم. ولی این تونر رو میتونین که مداوم استفاده کنین، حداقل واسه من اینجوری. بعد از این باید سروماتون رو بزنین، یعنی چیزای مایعی که به پوستتون میزنین قبل از مثلا مرطوب کننده و آبرسان و اینا، هر چی سرم دارین و اونا رو بزنین. من این سرم سفورا سالسیلیک اسید 5% رو استفاده میکنم. اصلا دختر اینم پرفکته. اینم من به توصیه خود فروشنده سفورا توی دبی گرفتم.
اون سری که رفته بودم چقدر داره ازش میگذره، تقریبا 7-8-10 ماه و یه دونه رو کامل تموم کردم. این دومیشه که تازه بازش کردم و باز هم گرفتم. چرا؟ چون که این برند رو من تو آنلاین شاپا ندیدم. آنلاین شاپایی که خودم دارم و معروفن و سخت ایران پیدا میشه، ولی اگر هر کی میتونه بگیره پرفکته. بعد میریم سراغ سرم. بعد از اون میشه آبرسانتون، مرطوب کننده‌تون، حالا با توجه به نیاز پوستتون. من مثلا همه تقریبا سرم‌های اوردینری رو استفاده کردم و از سرم نیاسینامید اوردینری هم خیلی راضیم، یعنی اونم دارم همیشه، حالا الان نیاوردم، ولی اونو وقتی که پوستم جوش میزنه، یعنی جوش مثلا بزرگتر میزنه، اونو میزنم فقط دیگه روی جوشم، یعنی دیگه اصلا به کل پوستم نمیزنم، چون یکم لای برداری میکنه، پوست میشه. اگه نیاز نداره پوستتون نزنین بهتره. من اونو وقتی جوش میزنم فقط روی جوشم میزنم، ولی این مرطوب کننده رو داشتم بهتون میگفتم، اینم عالیه. من وسط خیلی هم خوب میمونه، خیلی خوب. من فکر کنم 2 ساله اینو دارم. وسطشم البته کلینیک زدم، ولی اصلا این یعنی نگاه نکنین سایزش چقدر خیلی خوب میمونه. چند میله؟ 5 میله. اینم الان دوباره ازش گرفتم چون که دیگه اون تموم شده تازه و دوباره میخوام ازش استفاده کنم. ببین این محصول برای پوست من عالی بودن. بالم لبم، من چون لبام خیلی خشک و اکثرا دیدین تو استوری و اینا ترک داره و زخم میشه، مخصوصا تا هوا پاییز میشه و یا هوا یعنی خشک میشه یا مثلا چک خشکون میخورم و اینا، خیلی بالم لب استفاده میکنم. بچه لبلو تو برندای مثلا قیمت مناسب خیلی خوبه، ولی خب مداوم هی باید بزنی تو روز. ولی مثلا این برند دکتر جارد اینو نمیخواد بزنی، دیر به دیرتر میخواد، چون غلیظه و روی لبتون بیشتر مدت زمان طولانی تری میمونه. اینم حتی میگم فکر کنم این از مال تاچا هم بهتر بود واسه من. خب اینم از ویدیو امروز. اگر اینجور ویدیوها به کارتون میاد، به دردتون میخوره، استفاده میکنید، برام تو کامنت بنویسین که من چیزایی که به دردم نمیخوره، مثلا گرونایی که به کار نمیاد یا فایده نداره خریدشون، یا حتی لاین لوازم آرایش و اینا رو بهتون معرفی کنم.